سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان چنل لوکسستان. امیدوارم که روزی سرشار از عشق و انرژی داشته باشید. مبحث امروزمون راجع به شکار سنگ در مناطق رودخانه هست. در یک روز هوای سرد زمستانی بسیار سرد، منطقه‌ای که اومدیم حجم زیادی از سنگ‌های عقیق و جاسپرها یا شجرهای منظره داره. به علت باد بسیار زیادی که این منطقه است ما مجبوریم نزدیک دوربین صحبت کنیم. حالا بریم ببینیم که چی گیرون میاد سنگایی که امروز میخوایم شکار کنیم. با ما همراه باشیم. حجم سنگایی که روی زمین ریخته رو دوستان مشاهده کنید. بریم با هم ادامه مسیر رو ببینیم چه گیرم. حجم سنگایی که روی زمین دوستان ریخته رو مشاهده کنید. سنگای بسیار فراوان. اینا همشون مناسب تراش نیست، ما سعی میکنیم قشنگ تراشو عیدم نزدیکه و این بوته‌ای که مشاهده میکنیم بوته گل لاله هست که چند وقت دیگه گلش هم در میاد. کنارش هم یه قطعه سنگه. بریم با هم ادامه مسیر. عقیق پرتغالی، یک عقیق پرتغالی بسیار زیبا، بعد کنارش یک عدد سنگ جاسپر. این عقیق پرتغالی، زمیناش هم خیلی بسیار. حجم سنگ رو ببینیم روی زمین. یا جاسپر خیلی تیره. جاسپر بریم ما ادامه مسیر ببینیم چیز مورد خاصی دیگه شکارمون میشه. حجم سرباره دوستان همونطور که مشاهده میکنین بسیار زیاده. نمونه‌های بسیار زیادی با تراکم بسیار زیاد روی زمین هست. ما سعی میکنیم خواسته ایناش و اونایی که زیباتر رو برداریم. نمونه بسیار بزرگ برای کارهای حجمی و کاربین. نمونه‌های بزرگ و دوستان هیچ موقع زیر تراش نباید بریم. حد امکان ازشون در کارهای حجمی باید استفاده بشه. این نمونه رو هم برمی‌داریم. این چیه اینجا؟ یه نمونه خیلی بزرگ همونطور که مشاهده می‌کنید حجم سربار زیاد دوستان.
عقیق است، عقیق پرتغالی. سرشو تست کنم اونجا به کیفیت سنگ قشنگ دیده باشه. این دونه رو گرفتم. شکار سنگ عزیزان صرفا فقط این نیست که شما به یه درآمدی برسین، همین که از زیبایی‌های خلقت خداوند بتونین بهره‌مند بشین، مثل این قطعه عقیق که درون زمینه که با هنر گوهرتراشی و یا کاروین بتونین نقشی روی این کار پیاده کنین، اما خودش ارزشش از خیلی چیزا بیشتره. این نمونه رو درش بیارن از زیر خاک که در میاد دیگه بزرگ نیست. این عادی در میاد. ابزارش ابزار آره، باید با ابزار در میاد. ادامه مسیر رو با هم بریم که ببینیم مسیر رودخونه چه گیرمون میاد. سربارهایی که این نمونه ها از بالای کوهستان توسط بارش های مکرر پایین کوه انتقال داده شده و در دامنه کوه گیر کرده. این نمونه تو رودخانه است، چون خاکش شل هست راحت اکتشاف شد. این هم محل سنگش. این نمونه ها رو مشاهده کنید. نمونه هایی که توسط باران زیاد در دامنه کوه گیر کرده، سنگ های بسیار بزرگ. در یک کشور دوستان داریم زندگی میکنیم که خاک بسیار حاصلخیز و معدنی، سنگ های متفاوت با طرح‌های متفاوت، عقیق، شجر، عقیق سرخ، عقیق آبی، عقیق سبز، بسیار در این مناطق مخصوصا خراسان جنوبی بسیار زیاده. تو ادامه مسیرمون از سنگ‌های جاسپر به سنگ‌های عقیق دوستان رسیدیم. سنگ‌هایی که اگه سنگمون تعویض شد یه نمونه عقیق بزرگ دوستان که اینجا گیر کرده. تو این مسیر حجم سنگ‌ها رو فقط ببینید، اینا همه از یه سنگ بوده که توی مسیر رودخانه شکسته. این حاشیه نارنجی سلیمانی داره.